یکی از عامل‌های جذب شدن شما به یک بازی شخصیت‌های اون بازی هستن که شما رو به ادامه دادن این بازی تشویق می‌کنن. سلام رفقا، به چنل دیاریکسر خوش اومدید. امروز قراره یه نگاهی بندازیم به 5 تا از بهترین شخصیت‌های ویدیو گیم. این شخصیت‌ها از نظر خوب بودن رتبه بندی نشدن و فقط قراره کمی بیشتر باهاشون آشنا بشیم. شخصیت پنجم، ترور اهل کشور کانادا است که پس از ناموفق بودن دزدی از بانک در سرآغاز بازی به سندی شور در ایالت سن آندرس تغییر مکان میده. اون پس از شنیدن خیانت مایکل به لس سانتوس میره و دزدی‌های خودش رو با مایکل و فرانکلین شروع میکنه. راکستار شخصیت‌های خوب زیاد ساخته، از مایکل و فرانکلین بگیر تا سی جی سان آندرس، ولی من ترور رو ترجیح میدم. شخصیت چهارم، گوست یا همون سایمون رایلی. گوست به خاطر داشتن یک پدر بیروح و مریض از زندگی خسته شده بود، به طوری که پدرش اون رو با حیوانات میترسون. همچنین برادرش تامی اون رو با یک ماسک جمجمه‌ای در شب اذیت میکرد. جالبه بدونید گوست تو طول جنگ و عملیاتش با همون ماسک برادرش تامی به عملیات ها میرفت و همین ماسک و عینکشه که اون رو به یک شخصیت معروف تبدیل کرده و گوست سرانجام توسط جنرال شپرد کشته میشه. شخصیت سوم، کریتوس. گاد آف وار بیشک یکی از محبوب ترین سری بازی ویدیوییه که حداقل 60% محبوبیتش به خاطر شخصیتش کریتوسه. تو دوران کودکی هر انسانی یک سری نیازهای عاطفی داره که باید به مقدار کافی این نیازها برآورده بشه و اگه این اتفاق نیفته اون فرد در بزرگسالی عقده پیدا میکنه. این داستان کودکی کریتوسی که به هیچ کدوم از نیازش نرسیده و این عاملی که اون رو به شخصیت خشمگین و بیباک تبدیل کرده. شخصیت دوم، الی نوجوان پرشور هیجان و دختری زیرک و باهوشیه که درکی فراتر از سنش داره. اون با وجود زبان تند و ادبیات بعضا نادرستش شخصیت پاک و معصومی داره. الی که یک دختر بچه پاک و کمی ترسوه پس از مرگ جول توسط ابی به طور کامل تغییر میکنه و تو سن نوجوانی به فکر انتقام میفته و به یک فرد بیباک تبدیل میشه. شخصیت اول، آرتور مورگان، شخصیت تخیلی اصلی قابل بازی رد دد ردمپشن 2. آرتور یکی از اعضای بالا رتبه باند ون در لینده، اون که در حال تلاش زنده موندن در برابر نیروهای دولتی و سایر دشمنان در یک تجسم در غرب وحشی داره، باید با فروپاشی غرب وحشی سر کار داشته باشه. جالب بدونید آرتور تو دوره جوونیش عاشق فردی به نام مری میشه و به دلیل مخالفت پدر مری سرنوشت اون هست هم جدا میشه. خب رفقا، امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. زنگوله بغل رو بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم مطلع بشید. تا ویدیو بعدی، فعلا.